در این نوار سیاحان خارجی قبل از ادامه سفر به سمت دوشنبه در کولار 90 کیلومتری دنقره توقف می کنند. این 4 نفر جزئی یک گروهی 7 نفری بودند که هنگام گردشگری در بدخشان با هم آشنا شدند و یک جا به سوی دوشنبه حرکت می کردند. آن روزی آفتابی هیچ علامتی نداشت که بعد چند ساعت رشته عمر سیاحان در منطقه دنقره کنده می شود. آنها در راه به سوی پایتخت مورد حمله یک گروه قرار گرفتند. در این حمله 4 سیاح وحشیانه کشته شد، 3 نفر دیگری آنها زخم برداشت. حمله روز 29 ایول در 150 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داد. با گفته مقامات حمله‌وران اول دوچرخه سواران را با ماشین زیر کردند و بعداً آنها را با کارد و تبر زدند. قربانی‌های یک روانشناس از هلند، 2 سیاح از امریکا و 1 مرد از شویتساریا بود. جوی بود باشی آنها در راه که حرکت می‌کردند معاین کرده شد، چورابین‌های دستگیر کننده عملی کرده شد. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جای در هنگام مقاومت نشان دادن سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد و 3 نفر دیگر که در فرار قرار دارند همه چهاره‌ها برای دستگیر کردن آنها دیده ایستاده‌ایم. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و روز 31 ایول نواری ویدیویی را به نشر رساند که در آن 5 نفر در زیر پرچم سیاه داعش وفاداری خود را به این گروه اعلان کردند و گفتند که تاجیکستان را به گفته آنها از کافران پاک می‌کنند. در این نوار افرادی حضور دارند که بعداً به سیاحان خارجی حمله کردند. اما مقامات تاجیکستان عین حال این ادعا را رد می‌کنند و انگشت اتهام را به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی برداشتند که در گذشته در حکومت حضور داشت اما سال 2015 به کوشش تبادلات دولتی محکوم و ممنوع اعلان شد. این حمله مقامات تاجیکستان را که تلاش دارند از بخش سیاحی برای رشد اقتصادی کشور و کاهش فقر استفاده کنند شگفت زده کرد. سال جاری سفر سیاحان خارجی به تاجیکستان و قرقیزستان همسایه 2 کشور کوهستانی افزایش یافته و 900,000 نفر به تاجیکستان سفر کردند. این رقم نظر به سال گذشته 400% افزایش یافته است. 7 جهانگرد خارجی شامل 3 جفت و 1 مرد فرانسوی بودند که سفارت فرانسه تا به حال نام او را آشکار نکرده است. 2 سیاح امریکایی جی آستین و لورن گیورگن جای کار خود را ترک نموده و 1 سال قبل جهانگردی خود را قبل از آنکه به اروپا بروند از افریقا آغاز کردند و بعداً به آسیای مرکزی رفتند. قربانی‌های دیگر طبیب 56 ساله هلندی رینه ووکه و شهروند 62 ساله شویتساریا مارکوس هیمل می‌باشند که به دوچرخه سواری و سیاحت مهری به پایان داشتند.